همداران عزیز سلام علیکم. سال 1985 تا 87 در قشون‌های سرحدی سابق شوروی در سرحدی ترکمنستان ایران خدمت کردیم. زستم ما اسبی بود. من همجا اسب داشتم 2 سال. نام اسبی من کیپر بود. و حاضر جوانی یاد میکنیم کنی بینید اسب سواری من از اون وقت کم ترک مونده است یا نه. این زنگو در پای من کلته است چون که دیگر آدمی تر بود. خیلی بینید کنی بهات یاد اسب سواری من. نه همداران عزیز وقتی که من در زستم آمدم از من پرسیدن که تو جگیتی اسب میتونی؟ من که تاجیک بودم تاجیکی هستم البته میتونم گفتم اسب سوار شدم. یک روز دراز اسب سوار شدم. یه اسب وقتی سوار میشد آدم نو شاگرد نو از سوار باید که زانوهاش کم ترک چخدو خودش را بردارد. باور کرد بیگانی روز همین دو طرف پا هم که پوستش لوهیده رفتگی بود. دروغ گفتم میتونم نمیتونستم خود من همونجا بسیار عذاب دادم. انا همداران عزیز انا خیلی بود تاریخ اسب سواری من. بابا با ماشینه خب کو بابا تمام بچه‌م.